مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که یک ساکن 22 ساله ساکن جماعت شهرک میرزا ترسونزاده نویه شهر نو با اتهام قتل مادرش دستگیر شده است. در گزارش کوتاهی که روز 31 می سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی تحت عنوان به قتل رسانیدن مادر از جانب پسر نوخلف نشر شد، گفته می شود که این جوان روز 28 می تخمین ساعت 18:00 در صحن اولیه استقامتیشان از سبب مناقشه اویلوی با مادرش زن 53 ساله ساکن امانجا جنگ و جنجال کرده، با دستانش او را بوغی کرده به هلاکت رسانیده است. وزارت کارهای داخلی درباره این حادثه و سببها دست به جان مادر زدن فرزندش در شهر نو تفصیلات دیگری نداده است و تنها گفته است که از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. دست برداشتن به سر پدر و مادر چه رسد به قتل آنها عمل ننگین است که در جامعه سنتی تاجیکستان شدیداً محکوم می شود و پدرکش و مادرکش صرف نظر از آن که چه دلیل داشتند یا نداشتند رد معرکه اعلام می شود. ولی با این وجود هر سر چند وقت از تاجیکستان درباره قتل والدان با دست فرزندان نوخلف آنها خبرها به دست می رسند. از جمله عبداللطیف عالمجان سال تولدش 1985 ساکن قبلا هم سود شده نویه اشت روز 23 ینور سال 2015 در خانه استقامتیش از سبب مناقشه به میان آمده با سنگ به سر و روی مادرش عبدالله و تلو بیبی سال تولدش 1948 یک چند مرتبه میزند که در نتیجه مادرش جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت میرسد. سال 2017 دادگاه منطقه کولاب ساکن دهه قینر از کنار شهر سربند تقای مراد میروف را با جرم آدمکشی با بیرحمی مخصوص به 25 سال زندان محکوم کرد. میروف به آن ابدار دانسته شد که مادرش صدفمان نورو را با بیل زده و سپس در منزل اجارهش در دهه رخشان زمین نوحه دنغره زیر خواب کرده است. همین طور در اول سال 2017 یک ساکن واسه با اتهام قتل پدراندرش بهادر سنگیروف دستگیر شده بود. همچنین یک مرد 42 ساله ساکن نوحه اشت روز 21 نوامبر سال 2017 ساعت تخمینا 17:30 در حوله استقامتیشان از سبب مناقشه به میان آمده با پدرش مرد 86 ساله جنگ و جنجال کرده، با عصای در دستش بوده یک مرتبه به سرش زده است. در نتیجه موی سفید به زمین افتیده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. ماه سپتامبر سال 2017 نیز در نوحه اشت یک چنین حادثه قتل پدر با دست پسر ثبت شده بود. ساکن شهرک شیدان نوحه اشت نظراللهیف نیکبخت سال تولدش 1992 تخمینا ساعت 10 شب 12 سپتامبر پدر 47 سالش غیرت نظراللهیف را با بیل بیرحمانه زده کشته است. همین طور گزارش شده بود که یک مرد 40 ساله ساکن جماعت دیهات خستیورز روز 13 سپتامبر سال 2017 تخمینا ساعت 13:30 به حوله استقامتی پدرش مرد 65 ساله آمده در پی جنگ و جنجال با کورد در دستش بوده 5 مرتبه به عضوهای بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه جان داده است.